سلام عرض میکنم برای هموطنا، برای همشهریا. خدا کنه که لباس عافیت در تن داشته باشین. و من امروز امشب شبی تاریخ چند است امروز؟ 29 جولای. من با برادر ساویس اینجا نشستیم. البته امشب خواستیم یک ویدیو بگیریم و راجع به صحبت داشته باشیم، یکی با یکی دیگه تبادل افکار بکنیم. به خاطر از اینکه آدم وقتی که یک دوست خودم میبینه خیلی خوشحال میشه و امشب مهمانی ما هست. من میزبانی از این هستم. البته این یکان روز میزبانی ما هست، من میزبانی از این. خودم معرفی که برادر ساویس کنم معرفی کرد. شما که معرفی کردید؟ نه معرفی که خودم معرفی کرد. چی مشکل داره معرفی کرد؟ شما معرفی کردیم درست. او برادر چی فرق معرفی که من طرف خسته میکنم معرفی که خدا. معرفی که خدا ده معرفی که ده چیست؟ خوب. عزیزان، حالت‌ها و وضعیت‌های غربتی انسان را به یادی از دوستان و عزیزانی که از ایشان دور است میاندازد. ما هم خوشحال هستیم که امشب در خدمت برادر نعیم جان هستیم. خب نعیم جان یک آدم طبخوش و شوقی هست دیگه. امروز بدون کدام مقدمه خواستن که ما رو در مقابل کامرا حاضر بسازن. بالاخره چون هر برنامه پیش از پیش یک برنامه ردی شد و بهتر است، اما ناخواسته برادر نعیم امروز که برنامه رو گرفتن، نمیدانم که در بالای برنامه خود چی موضوعات را گنجانیده یا چی موضوعات را داره نداره. من از جریان نیستم دیگر، چون ناگهان از ما خواهش کرد که در صفحه یک چند دقیقه را با هم باشم دیگه. من خواهشی برادر نعیم رد نتونستم. حالا گوش فرا میتیم به بقیه موضوعاتی که ایشان در پلان دارن، نمیدونم چی هست. تشکر برادر ساویس، من تشکر. خداوند برکت داده. البته لطف شما است که امشب با من اینجا آمدیم، میزبانت هستم و همیشه خانه خودت هست، ولی بازم البته که دیگه میبینیم خوشحال میشیم، به خاطر از اینکه آدم در اینجا زیاد خودت مصروف هستی، مشغول هستی، مشغول کار هستی. یکان وقت که آدم یک دوستی خودم میبینه خیلی احساس خوشحالی میکنه. بازم تشکر که امشب دعوت مرا پذیرفتی و اومدی اینجا که تبادل افکار بکنیم. البته راجع به افغانستان صحبت میکنیم ما امشب، به خاطر از اینکه ما این ویدیوها و این چیزایی که در خبرها میشنیم خیلی نگران هستیم که کوچی‌ها درباره مردم بیچاره و غریب خیلی 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 ظلم میکنن، که البته این ظلم هیچ انسان و هیچ بشر درباره یک انسان دیگه نمیکنه. به خاطر از اینکه همگی مردم از افغانستان است، همگی در افغانستان سهم داره و همگی شهروندی از همون سرزمین است. ولی یک تعداد کوچی‌ها نمی‌فهمین خانه از اینا در کجاست، این زمینی از اینا در کجاست، اینا از کجا آمدن. مردم بیچاره و غریب از خانه ها بیرون میکنن، زمین‌های مردم هم میگیرن، با سوتا مردم از خانه ها میکشن، جایگزین مردم میشن و طالبان از اینا حمایت میکنن. البته خیلی کار خراب است، ولی این شرایط تا آخر نمیمونه. و قسم که مثلا شرایط قسم بونه و مثلا این مردم سر مردم بیچاره و غریب ظلم بکنن. البته آخر بالاخره یک روز مردم پس به مو حالت عادی برمیگردن، ولی آخر خانه یک نفر به زور اگر بگیری 1 سال 2 سال زندگی بکنی، بالاخره سال دیگه از پیش میگیره. زمین مردک است، باغ مردک است، خانه مردک است. البته ما شما در
بسیارات ولایت ها میبینیم، در تخار، در دای کندی مثلا، در بیسود، در اینجا میبینیم که مردم ها بیچاره را ظلم میکنن، با تفنگ میزنن. اصلا حتی انسان یک گوسفند، یک آهو را بخصم با تفنگ نمیزنه که آدم میسوزه، ولی اینا بسیار کار خرابی میکنن. البته دعا میکنم که خداوند اینا را یک کمکی عقلشان زیادتر بکنه که اینا بتونن که بشریت انسانیت بفهمن و احساس بشری و انسانیت بکنن، بخاطر که اینا یک دنده هستن، همون تفنگ در شانهشان است، زدن مردم میرن، ظلم میکنن. خداوند میبینه، خداوند کار میکنه. خودت گفتنی داری به ساویس؟ موضوعاتی که خودت ملی پلان ساخته بودی گفتی دیگه، نیازی نیست که من دوباره در این مورد تفصیل بتیم. خودت هم صحبت راجع به چیزی که در افغانستان اتفاق میفته، ما و شما میبینیم که در این حالتی که مردم زندگی میکنن اصلا قابل نگرانی و قابل ناراحتی است، به خاطر از اینکه ما در کابل در تماس هستیم، میاره بسیاری مردم خودکشی میکنن، بسیاری مردم از بیکاری را البته در تلویزیون میبینیم که خود در میتن. خیلی زیاد ناراحت کننده است، به خاطر از اینکه خیلی خسته کننده است. یک انسان نباید که خود این کار را بکنه، ولی ناگزیر میشه مردم بیچاره که این روز این کار را بکنن. میگه یک ضرب المثل است، میگه به تنگ آمد و جنگ آمد. بالاخره انسان که وقتی که جگرخون بیکار ناراحت گشنه ماند، مجبور خودکشی میکنه یا دزدی میکنه یا از وطن فرار میکنه. البته زیادتر مردم فرار کردن، فرار وطن کردن، همگی زیادتر مردم در بحرها غرق شدن، زیادتر مردم هم که خود رسانه در کشور اروپا و اینجا بازم خوب شد، ولی زیادتر مردم میرن در ایران، در مرزا کشته میشن، میزننشان. البته میبینیم خیلی خسته میشه آدم، مراحل از اینکه همشهری‌های ما هستن و وطن‌های ما هستن، ناراحت کننده است. شما یک موضوع را اشاره کردین که مردم از نبود کار و سطوح آمده کشور را ترک میکنن. ما یک کلیپ را دیدیم که در دشت و بیابان‌های مرز ایران و افغانستان چندین جوان به هلاکت رسید، یعنی جان خود از دست دادن، که برای ما بسیار ناراحت کننده و تأسف آور است، به خاطر از اینکه زعیمی در اونجا وجود ندارن که غیر ملت را بخورن. غیر از اینکه میشنویم هم در یک هفته سه بار عروسی میکنن. این در کدام اندیشه و در کدام انسانیت است که ملت از گرسنگی، از بیکاری، از فقر او به فرار است، در بیابان‌ها و دشت‌های سوزان به هلاکت میرسه، ولی ضعیفی که در اونجا هست در رهبرایشان در مجموع میبینیم که در هفته 2 بار عروسی داره. این برای من یک اندازه غم انگیز بود و تأسف آور است. دیگه خواستیم که در ارتباط حرفای شما همین درد خود ابراز بکنیم که خداوند به حال مردم رحم بکنن. اگر من زیاد حرف ندارم دیگه، چون از حرف بیان آمد که گفته مردم در یک حالتی هست که از زندگی بسیر آمده و رو به فرار است و حتی جان خودم از دست میته. او از چی است؟ از مجبوری است. مجبور است دیگه. این حالت ها را بازم از خداوند آرزو میکنم که در حال مردم یک لطف و یک مرحمت بکنن. دیگه ما نمیخواهیم که زیاد عزیزان در پسر بتیم. حرف که از افغانستان صحبت میشه همهش ناراحت کننده است، همهش حرف خوش نیست، حرفی نیست که ما یک روز بشنیم که فابریکه ایجاد شد، یک روز بشنیم که یک کاری عامل منفعه شد که چندین هزار نفر در
شامل کار شده و حرفا وجود ندارن. غیر از ویرانی هست، غیر از تباهی است. ما یک کلیپ دیگر هم دیدیم که حتی زنها طفلش در پشتش برآمده برای خود سرک می ساختن. همراه مردا یک جای و این چی است؟ از نهایت مجبوریتشان است. به خاطر اینکه یک مریضشان در سر وقت به شفاخانه رسیدن نمیتونه چون محلشان شفاخانه نیست. پس این خیلی دردآور است که زنها با بیلکلنگ میخواهند مسیر خود نزدیکتر بسازد تا مریض به وقت زمانش بتونه به شفاخانه برسه. این همه جای افسوس و جای به حساب نگرانی هست که هیچ کس نیست که غم ملت رو بخوره. تشکر. راست میگی برادر سعید قند، راست میگی. البته این ما هم میبینیم خود افغانستان وقتی که حکومت نباشه، وقتی که دولت نباشه، حتما که میگه وقتی که رمه که بی چوپان باشه یا گرگ میبرش یا از چیز دور میشه. به خاطری که وقتی که از رمه دور شد چیز گرگ میخوریشه. افغانستان هم قسم است، وقتی که بی سرنوشت ما دیگه هر کار میشه. به خاطری که فعلا ما میبینیم که البته راجع به چه صحبت کنیم که فعلا دولت نداریم ما و شما. ما امروز یک کلیپ دیگر دیدم در